یاد میکنم خداوند بزرگ رو و خدمت شما خانم ها آقایان مخاطبان عزیزی که ما را از طریق شبکه‌های اجتماعی همراه میکنن سلام عرض میکنم. امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. من علی بیابانی به همراه مهمان عزیزم جناب آقای دکتر خلیقی نژاد، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت مدیره انجمن MS اصفهان، با اولین قسمت از برنامه پروانه‌های امید در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر اگر سلامی سخنی هست با مخاطبان عزیز بفرمایید. خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم و ممنون از دستاندرکاران که چنین برنامه خوبی رو ترتیب دادن و امیدوارم که صحبت‌های ما مفید باشه برای همه. سلامت باشید. من قبل از شروع گفتگو اگر اجازه بفرمایید یک توضیح مختصری راجع به ماهیت این برنامه‌ای که تولید شده خدمت دوستان ارائه بدم. ما و دیگر همکاران طی سالهای اخیر خیلی دغدغه این رو داشتیم که آقای دکتر یک برنامه‌ای باشد که بتوان از طریق اون یک فرهنگ سازی درست، یک اطلاع رسانی دقیق راجع به بیماری MS انجام بشه. خب بیمار MS زمانی که متوجه میشه مبتلا شده دچار استرس میشه، یه تشویش و نگرانی داره که خب این خودش یک عامل پیشرونده در بیماری MS هست و متاسفانه خودتون مستحضر هستید که در اصفهان ما تقریبا بیشترین آمار رو داریم نسبت به استان‌های دیگه و به اون صورت اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی نشده که برخورد با این بیمار در خانواده باید به چه صورت باشه. خود بیمار آیا باید بدونه که چطور باید عمل بکنه، چه دارویی رو باید استفاده بکنه، استرس هم باید داشته باشه. معمولا زندگیشون متوقف میشه، دچار مشکل میشن. عرضم به خدمتتون که خیلی سخت میشه براشون ادامه دادن، ولی خب اگر این فرهنگ سازی باشه شاید خیلی راحت تر بتونن با این قضیه کنار بیان و خب از این پیشروی جلوگیری بکنن که به این نتیجه رسیدیم که یک برنامه‌ای باشه که بتونیم به وسیله‌اش این امر مهم رو به سرانجام برسونیم. و هدف ما این هست که هر هفته میزبان یک عزیزی باشیم که مبتلا به MS هست و آدم موفقی هست، تونسته بر بیماریش غلبه بکنه، زندگیشو ادامه بده. در کنار اینها از میهمانان عزیزی در زمینه مشاوره، ازدواج، بحث‌های حقوقی، پزشک‌های مختلف در زمینه‌های مختلف استفاده خواهیم کرد که این انتقال تجربه ارزشمند رو داشته باشیم. مسابقه داریم، اهدای جوایز داریم هر هفته که خب در ادامه با اون روزمون توضیح خواهم داد راجع بهش. و اگر عزیزانی هستن که در زمینه هایی که من توضیح دادم خدمتتون کمکی میتونن بکنن در راستای این انتقال تجربه، میتونن از طریق شماره‌ای که زیرنویس میشه یا درگاه‌های اجتماعی ما با کارشناسای ما در ارتباط باشن. بعد از بررسی‌های لازم باشون تماس گرفته میشه و ما در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم. MS چی هست، از کجا اومده و در چه وضعیتی هست؟ خیلی ها تماس میگیرن با ما حالا که با این حوزه درگیر هستیم، میپرسن که ما لرزش دست داریم، تاری دید داریم، سردردهای مزمن داریم، آیا ما MS داریم، علائم این بیماری چی هست؟ ما در خدمتتون هستیم. بله، بیماری MS یک بیماری خودایمنی است و مثل تمام بیماری خودایمنی علت ثابت و یک علت وجود نداره. علل مختلفی هست که میتونه این بیماری رو به وجود بیاره، ولی اصل کار خودایمنی است. یعنی اینکه بدن، بیماری خودایمنی بیماری هستن که بدن در مقابل یک سری از داده های خودش میاد واکنش انجام میده. در مورد بیماری MS میاد مقابله میکنه با یک غلافی که روی اعصاب هست به اسم میلین و در واقع بیماری MS که یک بیماری خودایمنی است میاد خود بدن بر علیه این میلین اقدام میکنه و در نتیجه میلین غلاف عصبی که از بین میره، در نتیجه بیماری MS به وجود میاد. بیماری MS بیماری سیستم اعصاب مرکزی است. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز و نخاعه و البته عصب بینایی هم تنها عصب محیطی است که شرایطی مثل سیستم اعصاب مرکزی داره و بنابراین میتونه علائم متنوعی ایجاد بکنه. همجور که میدونید مغز در واقع فرمانده کل بدنه و بنابراین
هر زایعه‌ای میتونه علائم ایجاد بکنه. علائمش بسیار میتونه متنوع باشه، ولی اون علائمی که ما بیشتر میبینیم علائم حرکتی، علائم حسی، علائم بینایی، اختلال در تعادل و یک سری علائم که کمتر دیده میشه. همه این علائم میتونه در شروع و ادامه بیماری MS باشه. آیا دکتر پیشروی در خانم و آقایان در این قضیه با هم تفاوتی داره؟ از نظر میزان پیشگیری بین خانم ها و آقایان مختصری تفاوت هست، ولی میزان پیشرفت بیماری خب بستگی به عوامل مختلف دیگری داره. ولی بیماری MS معمولا در خانم ها بیشتر از آقایون وجود داره و بیشتر گرفتارشون میکنه. درست. و اینکه آیا همه بیماران MS زمینگیر خواهند شد؟ قطعا نه، به خصوص با درمانهای جدید. حالا یه جنبه خوب این بیماری اینه که این بیماری دنیای غربه و اونا روش خیلی تحقیقات میکنن، خیلی بررسی مختلف میکنن و میتونم بگم هر سال ما داروهای جدیدی داریم و با درمانهای جدید واقعا بیماری MS قابل کنترله. درمان قطعی وجود نداره، کما اینکه خیلی از بیماری‌های داخلی درمان قطعی وجود نداره. مثلا درمان فشار خون کنترل کننده است، درمان دیابت درمان کنترل کننده است و درمان MS هم یک درمان کنترل کننده است، ولی در اکثریت قریب به اتفاق بیماران با داروهایی که وجود داره ما میتونیم کنترل خوبی داشته باشیم و این منوط به اینه که بیمار متوجه بیماریش باشه، مراجعه بکنه، حساس باشه به علائمش و در اکثریت مواقع ما میتونیم کنترل خیلی خوبی داشته باشیم. آقای دکتر، مهمترین عاملی که مؤثر در درگیر شدن این بیماری چیه؟ خیلی ها میگن اصفهان به خاطر اینکه آلاینده های زیادی هست داخلش، به خاطر آلودگی هست بیشتر از استان‌های دیگه، به خاطر این بیشترین درگیری داره. این درسته؟ ببینید، شیوه زندگی در بروز و ادامه بیماری MS بسیار موثره، همچنان که در بقیه بیماری‌های دیگه موثره، ولی شاید در بیماری MS خیلی بیشتر موثر باشه. شیوه زندگی اینه که تغذیه خوب، استراحت مناسب، فعالیت بدنی مناسب و مصرف نکردن موادی مثل سیگار، مشروب یا مواد مخدر و یک زندگی سالم میتونه در بروز و ادامه بیماری MS بسیار موثر باشه. آیا دکتر، این بحث تغذیه که حالا حضرت عالی هم اشاره کردید بهش، آیا خیلی تاثیر داره؟ خیلی میگن مثلا چیزایی که تب گرم داره باید استفاده بشه، اینا که تب سرد داره استفاده میکنن باعث حالا پیشروی در این میشه، یعنی که اینهایی که خیلی سردی مصرف میکنن شاید بیشتر مبتلا میشن به این بیماری؟ نه، واقعا از نظر علمی غذاهای سرد و گرم جایگاهی نداره. صرفا یک تغذیه مناسب که تقریبا کم و بیش همه میدونن تغذیه مناسب چیه: مصرف کم شکر، مصرف کم نمک، مصرف کم چربی، جلوگیری از چاقی و فعالیت بدنی، فعالیت فکری، داشتن فعالیت اجتماعی. اینا همه میتونه در پیشگیری و همچنین ادامه بیماری MS موثر باشه و چنین شیوه زندگی میتونم بگم در اکثریت قریب به اتفاق بیماری‌های داخلی میتونه موثر باشه، همچنین در بیماری MS. و در مواردی بوده من حالا شنیدم که میگن من مراجعه کردم به پزشک مغز و اعصاب، ایشون تشخیص MS دادن، برای من دارو تجویز کردن و بعد متوجه شدم که MS نداشتم. آیا همچین چیزی واقعا امکانش هست؟ بله، مثل هر پدیده دیگه و مثل هر تخصص دیگری یک پزشک ممکنه که اشتباه بکنه یا نه. یه سری علائم مریض داشته باشه، آدم فکر بکنه اول MS و بعد در پیگیری‌های بعدی پی ببره که MS نیست. البته با حساسیتی که پزشکان روی بیماری MS دارن این خیلی کم پیش میاد، چون که واقعا گذاشتن تشخیص بیماری MS روی یک فرد میدونیم که برای خودش، برای خانوادهش میتونه استرس‌زا باشه و نوع درمان و ادامه درمان خیلی مهمه. بنابراین
نهایت سعی پزشکای مغز اعصاب این است که اشتباه نکنن، ولی به هر حال انسان جایز الخطاه. در ضمن اینکه ممکنه در روند بیماری آدم یک جایی پی ببره که نه این بیماری MS نیست، بیماری دیگری است. و اینکه آقای دکتر، من حالا باز هم شنیدم که بیماری مراجعه میکنه به پزشک، حالا فلان دارو رو استفاده میکنه، بعد از یه مدت حالا یا بدتر میشه یا بهتر میشه، پزشکش رو عوض میکنه، خب یه دارو دیگه مصرف میکنه، حالا باز به تب یا بهتر میشه. آیا این عوض کردن پزشک در سیر درمان کار درستیه؟ بهتره که بیمار تحت درمان با یک پزشک باشه و مطمئنا اگر اون پزشک احساس بکنه که لازمه با پزشک دیگری مشورت بکنه این کار رو خواهد کرد و بنابراین ترجیح خود من این است که بیمار تحت نظر یک پزشک باشه و با همون پزشک پیش ببره. البته میتونه سوالاتش رو با همون پزشک مطرح بکنه، حتی میتونه به اون پزشک بگه که نظر شما چیه که من با یک پزشک دیگری مشورت بکنم و همین مشورت رو برگردونه به پزشک معالج اصلیش. بنابراین کلا من موافق نیستم که کسی پزشکش رو مرتب عوض بکنه. درست. و خب افرادی که مبتلا هستن به غیر از حالا این سری درمانی که باید طی بکنن و داروهایی که باید مصرف کنن، شما ورزشی، برنامه جانبی شما پیشنهاد میکنید که انجام بدن که بهبود پیدا بکنن؟ همونجور که گفتم شیوه زندگی یا لایف استایل که الان تو دنیای مدرن خیلی بابه و خیلی صحبتشه، به خاطر اینکه به علت ماشینی شدن زندگی فعالیت بدنی ما کم شده و به خاطر تأجیری که ما در زندگی داریم نوع غذامون هم تغییر کرده. یعنی این اصطلاح فست فود رو ما در قدیم نداشتیم چون نیازی نبود، انسان‌ها وقت داشتن و بنابراین به خاطر این نوع غذاها و کم تحرکی در حال حاضر این شیوه زندگی خیلی خیلی مهمه. اگه ما میخوایم حتی اگر MS نداشته باشیم، اگر که ما میخوایم پیری فعالی داشته باشیم، اگه میخوایم در زمان پیری از نوه‌هامون، از نتیجه‌هامون لذت ببریم، از زمان جوانی باید فکر باشیم و شیوه زندگیمون رو درست بکنیم. شیوه زندگی یعنی همون مطالبی که عرض کردم، یعنی اینکه تغذیه مناسب، یعنی فعالیت مناسب، یعنی اینکه یک ارتباطات اجتماعی فعال آدم داشته باشه. سعی کنیم با فامیل خودمون، با فامیل همسرمون، با دوستانمون یک رابطه مثبت داشته باشیم. همه اینا اسمش هست شیوه زندگی و اگر ما شیوه زندگیمون رو درست ترتیب بدیم، نه تنها در مورد بیماری MS که بسیار موثره، در یک زندگی سالم هم موثر خواهد بود. آقای دکتر، حالا سوال میپرسن خیلی کسایی که مبتلا میشن به MS، آیا میتونن ازدواج بکنن و آیا میتونن بچه دار بشن، یا اینکه چون این استرس همیشه هست و این اطلاع رسانی متاسفانه خیلی کم بوده که آیا اکثر کسایی که MS میگیرن قایم میکنن این بیماری رو، پنهان میکنن، یا خانواده خیلی میترسن که جایی بگن آقا بچه ما MS داره، فرزند ما مبتلا به MS هست، یا شوهر یا همسر ما مبتلا به MS هست، آیا اینها امکانش هست؟ بله، به طور معمول یک بیمار MS میتونه ازدواج بکنه، میتونه بچه دار بشه، میتونه بچه‌هاشو بزرگ بکنه. البته در تمام موارد لازمه که با پزشک معالج مشورت بشه، چون لازمه که در انتخاب نوع داروی ما خیلی موثره. بله، همه این موارد رو یک بیماری MS میتونه داشته باشه و یک زندگی نرم داشته باشه. بله. تو بحث درمان ما الان به نتیجه قطعی در دنیا رسیدیم؟ حالا تو کشور خودمون شاید نیامده، خیلی میشنوم که اومده درمان قطعی این بیماری. ببین، عرض کردم که خیلی از بیماری داخلی درمان قطعی نداره، مثل دیابت، مثل فشار خون و مثل میتونم بگم تمام بیماری‌های اتوایمون. ولی ما درمان‌های نگهدارنده داریم و درمان‌های نگهدارندمون میتونه یک زندگی نرم و یک زندگی با طول طبیعی به فرد بده و من فکر میکنم که این ایدئاله. البته همونجوری که عرض کردم در مورد بیماری MS بسیار تحقیقات میشه، چون بیماریه که بیشتر در دنیای غرب شایع و اونها خیلی خیلی کار میکنن و منتظر اخبار جدید هستیم. حتما اخبار جدیدی خواهیم داشت در زمینه درمان، در زمینه پیشگیری
ولی در حال حاضر درمان قطعی وجود نداره، ولی درمان‌های نگهدارنده بسیار خوبی وجود داره که به اکثریت قریب اتفاق بیماران MS یک زندگی فعال، نرم و به اندازه کافی خواهد داد. انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. امیدوارم که مخاطبین ما هم بهره کافی رو برده باشن. حالا ما جلسه اولی بود و این برنامه قسمت اولش بود. ما خیلی تجربه‌ای توی تولید برنامه به این سبک نداشتیم. امیدوارم که اگر کم و کاستی بوده شما ببخشید. انشاءالله در برنامه‌های آینده خیلی تکمیل‌تر و پروپیمون‌تر میریم جلو. سوالات رو از خود شما می‌پرسیم. برای ما سوالاتی که دارین رو ارسال بفرمایید به همین شماره‌ای که زیرنویس شد. از طریق درگاه اجتماعی ما از مهمانانمون سوال خواهیم کرد که پاسخ بدن به شما. آقای دکتر در پایان اگر که صحبتی هست. خیلی متشکرم. در پایان می‌خواستم که به اطلاع برسونم که حتما دوستان اطلاع دارن انجمن MSC به همت بعضی از پزشکان و نیکوکاران این شهر برپا شده در خیابان شهید بههنر که خدمات بسیار خوبی به بیماران MS میده. من خواهش میکنم از بیماران MS و خانواده هاشون به این مرکز مراجعه بکنن. اگر در تواناییشون هست کمکی بکنن به این انجمن، به خاطر اینکه ما میدونیم که مردم در مشکلات اقتصادی هستن و این انجمن تقریبا به صورت رایگان خدمات میده و منتظر این هست که از خدمات شما استفاده کنه و همچنین از اینکه بیماران MS مراجعه بکنن و از این امکانات استفاده بکنن. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید تا پایان. انشاءالله تا هفته آینده با قسمت دوم این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون باشه. یا علی. آقای دکتر خیلی ازتون متشکرم. سلام باشید.